اینو دارم به مسئولین میگم، این حرف دل منه، به مسئولین جمهوری اسلامی، به سران سه قوه. خط فقر الان 10 میلیون تومانه، 10 میلیون تومان. درود بر شما. 3000 صندلی و کرسی مسئولیت حساس از این سه قوه در کشور وجود داره. ما 3000 صندلی مسئولیتی داریم آقای طالبی، 3000 بله که تعیین کنندن. ما 219,000 شهید دادیم آقای طالب، 219,000 شهید تقسیم بر 3000 صندلی مسئولیتی می شود 73. آقای طالبی عزیزم، ما به ازای هر صندلی 73 شهید دادیم، یعنی هر یک صندلی یک کربلا رو پشت سر گذاشته. چه کردیم؟ هیچ. ما به ازای این صندلی ها که یک کربلا رو پشت سر گذاشته چه کردیم که امروز خط فقر 10 میلیون تومانه؟ و حقوق کارگر چقدر؟ شما بگید صبر، من میگم چشم. قناعت، چشم. ملت من بیشترین صبوری و قناعت رو به اجرا گذاشته. آیا قرار تاوان سیاست گذاری غلط اقتصادی را بیش از این ملت من بده؟ آقا خدا پدر مادرتون رو بیامرزه. واقعا حرف دل مردم رو میزنی. منم خواستم همین رو بگم. آقا دیگه واقعا خسته شدن از قناعت. دیگه قناعت که شما میگین، دیگه چقدر طرف بچهش بگه نپوش، حالا فعلا کفشت، حالا فعلا این خوبه، 3 ساله مثلا داری یه کفشو میپوشه. یعنی خوبه که این ورم گفتین. یعنی من می‌خواستم یه کوچولو باهاتون مخالفت بکنم و چقدر اون سیستم WC چرچیل راه خوبیه. واقعا بعضی از مسئولین ما هم اگه واقعا نمیتونن به مردم برسن، همون جاشون تو همون WC. آقای دکتر، آقای طالبی، من نمیپذیرم که ملت من تاوان سیاست گذاری غلط اقتصادی رو بپردازه. تا کی؟ آقای طالبی عزیزم، قاعده فهم و شعور این است که راه پله رو از پایین به بالا نشوریم، از بالا به پایین بشوریم. بله. مبارزه با فساد همینه. مبارزه با فساد یعنی راه پله رو از بالا به پایین بشور. مگه غیر از اینه؟ نه. من میخوام یه جمله فقط بگم. شهدای ما یه پیام دادن و فرمودن ما از حلالش گذشتیم، شما از حرامش بگذارید. ما از حلالش گذشتیم و نخواستیم، شما از حرامش بگذارید. تمام. خیلی